به دنیای قصه خوش اومدین. خوشحالم که با من همراه هستین. برای شنیدن قصه های بیشتر حتما کانال دنیای قصه رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا از قصه های جدید با خبر شین. به نام خدا. دایناسور کوچولو شجاع. بالی یک دایناسور کوچولو بود که با مامان و باباش در جنگل مرداب بزرگی زندگی می کرد. تعداد زیادی بچه دایناسور در همسایگی خونه بالی زندگی می کردن. اونا هر روز به جنگل می رفتن و با هم بازی می کردن. بالی با همه اونا دوست بود و با همشون مهربون و صمیمی بود. با همشون بچه ها به جز یکی. اون یه دونه دایناسور اسمش تایرون بود یا تایرون وحشتناک. معمولاً اونو اینطوری صدا می کردن. تایرون هم یه بچه دایناسور بود، اما اون خیلی بزرگتر و قوی‌تر از همه بچه دایناسورا بود. اون به تمام معنای قلدر و گردن کلفت واقعی بود. در حقیقت تایرون اولین قلدر بزرگ دنیا بود. تایرون مخصوصاً دوست داشت که بالی رو انتخاب کنه و اونو آزار بده. اون به بالی مش میکوبید و هلش میداد و اذیتش میکرد و همیشه میان وعده یا ساندویجای بالی رو میدزدید. بالی سعی میکرد که از سر راه تایرون بره کنار و به اون نزدیک نشه، اما به نظر میرسید که اصلاً مهم نیست بالی کجا میره و از چه راهی میره. تایرون همیشه منتظر اون وای میستاد. هر شب بالی به سختی خوابش میبرد. اون تمام شب و به فکر این بود که چجوری از دست تایرون فرار کنه و از سر راهش قرار نگیره. بالی خیلی ناامید به نظر می رسید. همبازیای بالی سعی کردن کمکش کنن. یه روز تری به بالی گفت تو باید با تایرون دوست بشی. یه کاری کنی که اونم جز دوستات بشه. بالی گفت گفتنش از انجام دادنش آسون تره. چجوری میتونی با کسی دوست شی که در تمام طول زندگیت اذیتت کرده و بهت صدمه زده و آزار رسونده؟ تری گفت تو باید به تایرون یه هدیه بدی و به اون نشون بدی که بهش توجه میکنی و حواست بهش هست. بالی چند لحظه با خودش فکر کرد چه هدیه‌ای اون میتونست به تایرون بده؟ بعد یه دفعه یادش افتاد که تایرون همیشه ساندویجا و لقمه ها و غذاهاش رو به زور ازش میگرفته. بعد با صدای بلند گفت یه هدیه برای تایرون. خوب، حداقل ارزش امتحان کردن رو داره. عصر همون روز بالی به جنگل رفت تا دنبال تایرون بگرده و اونو پیدا کنه. وقتی که پیداش کرد با مهربانانه ترین و دوستانه ترین صدای ممکن بهش گفت بفرمایید، امروز خیلی هوا گرمه. من فکر میکنم تو هم دلت میخواد که یه بستنی قیفی خوشمزه بخوری. تایرون برای چند لحظه به بالی خیره شد و نگاش کرد. بعد یه لبخند زشت و موذیانه‌ای زد و با بدجنسی گفت بستنی برای من؟ چقدر خوب. تایرون بستنی قیفی رو گرفت، بعد اونو سر و ته کرد و محکم روی سر بالی کوبید و لهش کرد. تایرون شروع کرد به بلند بلند خندیدن و مسخره کردن بالی و بعد هم از اونجا دور شد. بالی میتونست صدای خنده های تایرون رو برای مدت زیادی از همه جای جنگل بشنوه. روز بعد بالی برای دوستش اسلا تعریف کرد که روز قبل چه اتفاقی براش افتاده. اسلا بهش گفت تو خیلی تایرون رو جدی گرفتی. وقتی اون سعی میکنه که تو رو اذیت کنه و بهت آزار برسونه، تو هیچ توجهی بهش نشون نده. خون سرد باش، این تنها چیزیه که اون متوجه میشه. بالی گفت خون سرد بودن وقتی که حسابی ترسیدی خیلی سخته و اصلاً آسون و راحت نیست، اما من تلاشم رو میکنم و این راه رو هم امتحان میکنم. بنابراین دفعه بعد که بالی تایرون رو دید، خونسردی خودش رو حفظ کرد و بیخیال و راحت بود. تایرون همون جور که بالی داشت با خیال راحت قدم میزد غرشی کرد و با صدای بلند بهش گفت
سلام مارمولک، ساندویچ من چطوره؟ بالی هیچ توجهی به تایرون نشون نداد و حتی سعی نکرد که فرار کنه. اون همینطور به قدم زدنش ادامه داد. تایرون در حالی که خنده زشت و موذیانه‌ای می‌کرد، پاش رو محکم روی دم بالی کوبید. تا زمانی که ساندویچ از دست بالی بیفته، پاش رو دم بالی نگه داشت. بالی سعی کرد که اصلاً گریه نکنه و اشک نریزه، ولی اون خیلی دردش گرفته بود. وقتی دوستای بالی فهمیدن که تایرون چه کار بد و زشتی انجام داده، حسابی عصبانی و خشمگین شدن. استکو گفت دیگه وقتش رسیده که جلوی تایرون وایسیم و همه باهاش مبارزه کنیم. تایرون به اندازه کافی برای تو دردسر و مشکل درست کرده. تو باید مقابلش بایستی و بهش نشون بدی که تو هم یه دایناسور هستی، درست مثل اون. تو میتونی توی جنگ و مبارزه با تایرون برنده شی. تایرون فقط دهن بزرگی داره، همین. بالی هم خیلی عصبانی بود. تو درست میگی، شاید من بتونم با تایرون بجنگم و جلوی قلدری و زورگویی اون رو برای همیشه بگیرم. استکو گفت بسیار خوب، بیا همین حالا راه بیفتیم و این کار رو انجام بدیم. اینطوری شد که 4 دوست برای پیدا کردن تایرون به راه افتادن. وقتی بالی تایرون رو دید، رفت جلوش ایستاد و با تایرون وحشتناک روبرو شد. اون گفت دایناسور بی‌ادب، به من گوش کن. من به اندازه کافی قلدری و زورگویی تو رو تحمل کردم. حالا بیا تا با هم بجنگیم. تایرون یه نگاهی به بالی کرد، سپس پوزخندی زد و گفت باشه، حالا که تو اینطوری میخوای من حرفی ندارم. اما اون مبارزه یه جنگ بسیار کوتاه بود. بالی کوچولو هیچ شانس و فرصتی در مقابل دشمن بزرگ و گنده خودش نداشت. استکو گفت منو ببخش، این خیلی نظر و پیشنهاد خوبی نبود. تو بهتره که تسلیم بشی و در مقابل تایرون هیچ کاری انجام ندی. اونقدر قلدره که تو نمیتونی شکستش بدی. بهتره یاد بگیری که باهاش زندگی کنی و با این جریان کنار بیا، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی. اما این چیزی نبود که بالی دوست داشته باشه و بخواد قبولش کنه. اون اصلاً دلش نمیخواست در مقابل تایرون و زورگویی‌هاش کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اون با خودش فکر کرد باید یه راهی برای ادب کردن یه قلدر و زورگو وجود داشته باشه. بالی میخواست مشکل خودش رو خودش حل کنه. به خاطر همین اون تا زمانی که ماه توی آسمون اومد و ستاره ها دور و برش رو گرفته بودن فکر کرد. ناگهان اون شب شروع کرد به لبخند زدن و خندیدن. اون با خودش گفت آره همینه. بعد هم توی جاش غلطی زد و سریع خوابش برد. فردا صبح بالی ساندویچش رو برداشت و مثل همیشه به طرف جنگل بزرگ مرداب به راه افتاد. طولی نکشید که به تایرون برخورد کرد. تایرون غرشی کرد و گفت یه ساندویچ دیگه برای من، امیدوارم که مثل همیشه خوشمزه باشه. و همینطور که داشت این حرف رو میزد، ساندویچ رو از دست بالی کشید و در آورد و با یه گاز گنده همه ساندویچ رو قورت داد. بالی با تمام سرعتی که میتونست پا گذاشت به فرار. ناگهان اون صدای فریاد بلند و وحشتناکی رو شنید. بله بچه ها، اون صدای تایرون بود که مرتب جیغ میکشید و فریاد میزد و کمک میخواست. شعله های بزرگ آتیش بود که از دهن تایرون بیرون میومد. اون مرتب میگفت سوختم، به دادم برسین، سوختم. بالی با خنده گفت چی شده؟ این فقط یه ساندویچ بود، من نمیدونستم تو اونقدر حساسی. من اتفاقاً ساندویچ فلفل قرمز خیلی تند رو به مقدار خیلی زیاد دوست دارم. چقدر بد که تو دوست نداری.
بالی اینو گفت و بعد چرخید و به راه افتاد و تایرون رو که از شدت سوزش و درد داشت فریاد میکرد پشت سر جا گذاشت. از اون روز به بعد تایرون تا جایی که میتونست دور از بالی وای میستاد و ازش دور میشد. بالی هر روز با دوستاش به دریاچه وسط جنگل میرفت و با شادی و خوشحالی بازی میکرد و دیگه بالی هیچ مشکلی برای خواب شبش نداشت. امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. قصه رو لایک کنید، قصه های مورد علاقه خودتون رو واسم بنویسید. دوستتون دارم. منتظر قصه های بعدی باشین. خدا نگهدار.